سرد شدن یهویی هیچ وقت یهویی نیست. سرد شدن صدای بلند چیزیه که مدت‌ها ساکت بوده. امروز 5 حقیقت پنهان رو برات اسپویل میکنم. حقیقت‌هایی که توضیح میده چرا کسی که عاشقش بودی ناگهان ازت فاصله گرفت. حقیقت اول، وقتی احساسش خیلی بیشتر از ظرفیتشه، عقب میکشه. بعضی‌ها وقتی به کسی علاقه پیدا میکنن، نمیدونن چطور با شدت احساسشون کنار بیان. این آدما سرد نمیشن چون نمیخوانت. سرد میشن چون میترسن از دستت بدن. پس عقب نشینی میکنن چون فکر میکنن اینطوری آسیب کمتری میبینن. حقیقت دوم، تو برای زندگیش واقعی شدی و واقعیات ترسناکند. آدما از چیزی نمیترسن که بهش نیاز ندارن، ولی وقتی یکی واقعی وارد زندگیشون میشه، وقتی حضورش مهم میشه، وقتی احساسش واقعی میشه، ترس فعال میشه. ترس از صمیمیت، ترس از وابستگی، ترس از کافی نبودن. اینجاست که رفتار عوض میشه و سردی خودش رو نشون میده. حقیقت سوم، شاید چیزی از تو نخواسته و همین ترسناکترش کرده. آدما وقتی حس کنن رابطه فقط یک طرف پیش میره، یا تو بیش از حد آرام، بیش از حد مطمئن، بیش از حد مهربونی، ممکنه فکر کنن من لیاقت انقدر خوبی رو ندارم. خیلیا رو این حس عقب میبره، نه جلو. حقیقت چهارم، شاید دنبال هیجان بوده، نه عمق. بعضی‌ها رابطه رو فقط وقتی میخوان که همه چیز سخت، پیچیده یا دست نیافتنیه. وقتی تو واقعی، قابل اعتماد و همراه میشی، اونها احساس هیجان رو از دست میدن. این سرد شدن مشکل تو نیست، اشتباه ذهنی اوناست. حقیقت پنجم، تو چیزی رو درونش بیدار کردی که فرار میکنه ازش. شاید تو باعث شدی خودش رو ببینه، آسیبهاش رو، گذشتهشون رو، ترسهاشون رو، و همه چیز یهو سنگین شد. این آدما به جای مواجهه با احساس فرار رو انتخاب میکنن. سرد میشن، اما نه از تو، از چیزی که درون خودشونه. جمع‌بندی، سرد شدن ناگهانی همیشه یک نشونه است. نشونه از یه ترس، یه ضعف، یه گذشته حل نشده یا یه احساسی که براش زیادی واقعی بوده. آدما بی دلیل سرد نمیشن، اما خیلی وقتا جرأت گفتنش رو ندارن. تو تا حالا تجربه سرد شدن ناگهانی داشتی؟ یا کسی بوده که همینطوری ازت دور شده؟ توی کامنت ها برام بنویس. شاید حقیقتش رو با هم اسپویل کردیم.